دادستانی پرونده زید سیدов وزیر سابق صنعت تاجیکستان از دادگاه خواسته است که او را به 28 سال زندان محکوم کنند. محاکمه زید سیدов که به رشوه‌خواری، سوء استفاده از مقام، تجاوز جنسی و دیگر جنایات سنگین متهم می شود روز پنجشنبه در دوشنبه ادامه کرد. اما وکیلان دفاعش میگویند دلیل‌های ثابتی بیگناهی زید سیدов را دارند و امیدوارند دادگاه این دلیل‌ها را به اینابت میگیرد. یک لحظه جنایت نسبت با دوری نظام خانه‌های دیگری پاره بود، چطوری که از همه اطلاع دارند در یک قسم اون از طرف یاددار کننده دولتی اعضای دست کشیده شد و در قسم دیگر حالت‌ها با تفتیشات لواگی برگرداندن پرونده را درخواست کردند. زید سیدов خود را بیگناه می‌داند و تمام اتهامات را رد کرده است. این صاحبکار شناخته را بعدیان دستگیر کردند که گفت عزم دارد برای اصلاح وضع اقتصادی کشور حزب با نام تاجیکستان نو تأسیس دهد. مقامات نیروگاه سنگ توده یک میگویند در صورت باز نکردن حساب‌های بانکی نیروگاه ممکن است تولید نیروی برق را متوقف کنند. با گفته مسئولان این نیروگاه برقیابی به پرداخت حساب‌های جاری و مزد کارمندان سنگ توده یک نمیتواند کارش را ادامه دهد. کمیته مالیات و یا اندازه تاجیکستان از این پیش به دلیل پرداخت نکردن بیشتر از 10 میلیون دلار مالیات دولت حساب‌های نیروگاه سنگ توده یک را بست که به روسیه تعلق دارد. نیروگاه سنگ توده یک با اقتدار 12.7 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق در یک سال میگوید که شرکت دولتی برق تاجیک پول آنها را سری وقت نمیپردازد. از این رو این شرکت نیز قرضدار می شود. یک تحقیق در تاجیکستان نشان داده است که در مؤسسه‌های اصلاحی تربیوی با نورسان بدرفتاری می‌کنند و آنها را می‌زنند. بر اساس پژوهش سازمان غیرحکومتی مرکز کودک از میان 56 کودک و نورسان پرسیده شده تقریباً 40 نفرشان گفتند که کارمندان مؤسسه‌های تربیوی آنها را عذاب دادند یا حقوقشان را پایمال کردند. در تاجیکستان 4 مؤسسه اصلاحی مخصوص برای نابالغان وجود دارد و یکی از آنها مخصوص برای دختران است. بسیاری از این نابالغان برای دزدی به چنین مؤسسه‌ها آورده شدند. در دوشنبه در زمستان امسال نخستین بار برف بارید و در کار بعضی از خدمات مشکل ایجاد کرد. هرچند برف زیاد نبود اما هوای نامساعد سبب شد بعضی از هواپیماها سمت پروازشان را دیگر کنند. از جمله هواپیمای شرکت تاجیک ایر روز پنجشنبه هنگام بازگشت از شهر سنت پتربورگ مجبور شد در کولاب فرود آید. بر طبق پیشگویی هواشناسان تاجیک ممکن است روزهای آینده در دوشنبه و دیگر گوشه‌های تاجیکستان باران و برف ببارد. خبرها و ویدیوهای از این هم بیشتر در تارنامه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک، توییتر، یوتیوب و گوگل پلاس و هم صمیمه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های هوشمند.